بچه‌های عزیز تو این کورس میخوام تکنیک شمارش مربع رو براتون آموزش بدم. یک مربع 4 در 4 رو من داده گفته از چند مربع تشکیل شده. سامیار برام حلش کن. اول برای شمارش باید عدد گذاری کنیم. شماره گذاری می‌کنم. هم سطر و هم ستون شماره گذاری. 3 4 بله 2 3 4 بله. مرحله اول تموم شد. مرحله دوم اینا رو به حالت الگویی در هم ضرب می‌کنم. بله. یک ضرب در یک. یک ضرب در یک. بله. دو تا. دو ضرب در دو میشه 4. سه ضرب در سه. 3 ضرب در 3 میشه 9. بله. 4 ضرب در 4 میشه 16. بله. حالا اینا رو با هم جمع کنیم. من جمع میکنیم 16 با 4 میشه 20. 9 و 1 میشه 10. 10 و 20 میشه 30. بله. حل شد به همین راحتی.